استعمال خمیره دندان یعنی به اصطلاح زبنای پسته برای روزدار مکروه تنزیهی است، یعنی ترک آن بهتر است و اجزای خمیره دندان تا به حلق نرسد روزه فاسد نمی شود و به وقت ضرورت سخت به کراهت اجازت است، به شرطی که خوب احتیاط کرده شود که چیزی به حلق نرود. علمای معاصر مذهب حنفی در فتاوای خود خمیره دندان را به خویدن یا چشیدن چیز به عذر قیاس کرده مکروه نوشته اند. ابن عابدین شامی حنفی رحمه الله نوشته است و مکروه است برای روزدار چشیدن و یا خویدن چیز به عذر. و در دوام عبارت نوشته است که ظاهر این است که کراهت در این چیزها کراهت تنزیهی است و خمیره دندان که مزه شیرینی و یا تیزی که دارد، برای همین علمای معاصر مذهب حنفی استعمال خمیره دندان را برای روزدار مکروه تنزیهی نوشته‌اند. معنی مکروه تنزیهی خلاف اولا و به حلال نزدیک است، یعنی ترک آن بهتر است. از همین جهت برای روزدار بهتر این است که خمیره دندان را در روز رمضان از روی احتیاط استعمال نکند، بلکه به جای آن از مسواک استفاده کند که استعمال آن برای روزدار اجازت است. صاحب فتاوای دارالعلوم زکریا حضرت مولانا مفتی ضیاءالحق، استاد حدیث و مفتی دانشگاه دارالعلوم زکریا در جنوب افریقا که از علما و مفتی های حنفی مذهب و از مهارت خاصه در اصول فتوا برخوردار است، نوشته است: ولی از آن جهتی که مزه خمیره دندان به مثل مزه مسواک برای انسان مرغوب و دلکش کی نیست، بلکه وسیله برای تازه کردن دندان ها که هست، از همین جهت بر استعمال آن زیاده نکیر کردن در کار نیست، یعنی در منع آن زیاده سختگیری کردن در کار نیست. خلاصه کلام این است که چطوری که گفتیم بهتر آن است که روزدار استعمال خمیره دندان را بعد از غروب آفتاب انجام دهد، نه در روز رمضان، و اگر ضرورتی سخت پیش آید با احتیاط کامل می تواند استعمال کند. و البته این را هم فراموش نکنید که اگر مزه خمیره دندان را در حلق احساس کند روزه فاسد می شود و قضای آن هم واجب می شود. والله اعلم بالصواب. حواله و مراجع: فتاوای شامی جلد 2 صفحه 416، ابک مسائل جلد 3 صفحه 191، فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 2 صفحه 404، فتاوای دارالعلوم زکریا جلد 3 صفحه 303، کتاب الصوم باب مفسدات و مکروهات روزه.